آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته. بچه‌های عزیزم سلام. امروزم اومدیم با یه قصه تازه و شنیدنی. مثل همیشه قصه‌مون رو شروع میکنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه دختر کوچولویی بود به اسم آناهیتا. آناهیتای قصه ما توی یک دهکده خیلی قشنگ و سرسبز زندگی میکرد. آناهیتای ما دختر باهوش، زرنگ و ماجراجویی بود. اون همیشه علاقه‌مند بود که اطرافش رو و رازهای طبیعت اطرافش رو پیدا کنه و همیشه هم برای خودش به آسمون، به خورشید، به ابرها بسیار توجه میکرد و نگاه میکرد و همیشه از خودش در مورد طبیعت خیلی سوالها میپرسید. یه روزی آناهیتای ما تصمیم گرفت که به دنبال یک گنجینه افسانه‌ای بره و اونو در اعماق جنگل پیدا کنه. واسه همین آناهیتا یه کوله پشتی برداشت و مقداری غذا و آب مورد نیازش رو در اون گذاشت و به سمت جنگل حرکت کرد و راه افتاد. در طول سفرش با حیوانای مختلفی روبرو میشد. حیوانای مختلفی رو میدید. اولین دوست جدیدی که باهاش آشنا شد یه روباه کوچولوی بازیگوش بود که اسم اون روباه روبی بود. وقتی که آناهیتا رو دید، اونم از دیدن آناهیتا خوشحال شد و به آناهیتا گفتش که میتونم منم با تو هم سفر بشم؟ آناهیتا هم خب خیلی خوشحال شد، قبول کرد و اون بهش گفت من میتونم بهت کمک کنم تا اون راههای پنهان جنگل رو پیدا کنی و راحت‌تر بتونی به اون گنجینه‌ای که داری دنبالش میگردی دست پیدا کنی. روبی و آناهیتا با هم دیگه راه افتادن. همینطور که داشتن میرفتن یه صدای بسیار زیبا و قشنگ که از یه پرنده خیلی قشنگ بود رو شنیدن. این پرنده زیبا روی یک درخت بلند تو جنگل نشسته بود. آناهیتا و روبی سرشونو کردن بالا و پرنده رو روی درخت دیدن. پرنده با آوازهای دلنشینی که میخون لحظه‌ای اونا رو خیلی خوشحال و سرزنده و شاداب کرده بود. آناهیتا به پرنده گفت که ما داریم میریم دنبال یه گنج. پرنده بهشون گفت میتونم منم با شما هم سفر بشم؟ میتونم منم با شما بیام؟ آناهیتا قبول کرد و بهش گفت ما خیلی خوشحال میشیم که با ما هم سفر بشی. 3 دوست مهربون با هم دیگه راه افتادن. اونا روزها و شبها به سختی از جاهای مختلف جنگل، از رودخونه ها، از دره ها، از دریاچه ها، از همه جاهای پست و بلند جنگل عبور می‌کردن تا اینکه بعد از چند روز پیاده روی به یک مکانی رسیدن که گنجینه در اونجا پنهان بود. وقتی وارد اون مکان شدن یه صندوق پر از طلا و جواهر رو دیدن. اما بعد از نگاه کردن به اون صندوق احساس کردن که این گنجینه‌ای که اون بچه‌ها دنبالش هستن فقط صندوق طلا و جواهر نیست، بلکه وقتی که خوب فکر کردن دیدن توی این سفر
اونا خیلی چیزها رو یاد گرفتن و در واقع گنج واقعی دانش و حکمت بزرگی بود که آناهیتا و دوستاش بهش دست پیدا کرده بودن. اونا همینجا قصه ما هم تموم میشه و منم با شما دوستان عزیزم خداحافظی میکنم و تا یه روز دیگه و یه قصه دیگه همه شما عزیزامو به خدا میسپرم. خدا نگهدار.